خوب استاد عزیز چقدر شما هم میدونید و ما هم میدونیم امروز وزارت کارهای داخلی یک بیانیه نشر کرد که گویا که شما در مدت 5-6 ماه 27 بار قاعده راه را ویران کردید طریق نقلیات اتومبیلی. من می‌پرسم وابسته به همین چند اندیشه که تا چند اندازه شما به این رضا هستید؟ راست دیگه بگم اگر بعضی وقتا میشد که راننده میبیاد در خطی که باید همون زیر کرده نگذارد روی قانون اونجا مرشودگاه ایستادگی بیشتر همین وایای من جای کارم میبینم مرشودگاه ایستادگی راه محکم من مجبور میشم که از دویم لینم گذشته دستی راست طرف کارخانه گردم دستی راست و این علاقه خانم ویران کنی میشد هیچ کس پیش روی و مرشودگاه نمیگیره و تا که سویتافور اومده میستن دیگه ماشینا و مجبور میکنن که دیگه ماشینا با قانونشکنی رو وای کنن راه دیان این یک دویمش سویتافور مثلا حال 4 سکند موندگی همون 4 سکند من میتونم گذرم من میگذرم همون 4 سکند میگیرد میزند جریمه میکنه اینش هم هست سومش خیر پسرم هم ماشین های میکند و هم شهادتنامه رانندگی دارد و درجه اولی شوفر قانون بسیار قانون حرمت میکنند منم خودم قانون حرمت میکنم یگان ذره به قانونشکنی راه نمیدیم هیچ وقت کوشش میکنم برای قانون حل کنم مثلا میبینم سویتافور سرخ من میستم پیش من مرشودگاه گذشته میرم یعنی که در همون سویتافور کامera نیست همه قانونشکنی کرده میگذارن یعنی که من نمیگذارم من میستم چون من میستم من دیده دیگران میستم میگه همین آدم که ایستاده باشد ما هم ایستیم و من بسیار کارمندان خدمات بازرسی دولتی اتومبیلی جمهوری حرمت میکنم بسیار بچهای نقص هستن رئیسشون آدمی خوب هستن که ما میشناسیم دوست هستیم من اکنون این چیزایی که شدن و این کامرایی که بنوار میگیرد و قانونشکنی با یک جریمه چی میکنن مردم این هم اولی کار حاله انشالله که خیلی کمبودی اونو هم هست و کمبودی راننده هم هست و کمبودی ما هم هست لیکن وقت ساعتش که همین به تنظیم میداره باید که به تنظیم در آورده شود یا کمیسیه مخصوص شود که در بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان که همین کمیسیه دیده باید که در کدام سویتافورها در کجاها راننده میتونن قانونا اگر ویران نکنن باید جریمه مینویسن اینا جمع است خود شما استاد همون کامپیوترها رو رفته نظارت کردید و مثلا اگر شما میدونید که مثلا شما قاعده رو ویران نکرده اما اونها جریمه کردن از روی همین بار دعوا کردید شما با من یک بار دعوا کردم که از 10 خطایی من 3 تاش نادرست برآورد یعنی که من و اون جریمه خط زدن یعنی اونا هم منو دستگیری کردن و البته خیر بعضی وقتا میشه که من با کانسل دولتی دیر کار استودم اونجا من باید حتما رسیده روم یک انا خیلی با این میشد که باید که گذرم نگذرم میشد که خب من میگذرم شاید که الکی اونجا باید جریمه نویست نشم هست خیر اگر خاطرتون باشه شما چند بار مبلغ جریمه رو سپردید و اون چقدر رو تشکیل میدید استاد من مبلغ جریمه یک بار 2500 سومونی سپردم اون کی بود این یک چند وقت پیش بود با آینده‌ش هم میسپرم چون اگر همگی یک بار سپردید یک بار سپرده بودم اینش هم میسپرم برای که این هیچ جا نمیره من همین 2-3 روزه سپردنی بودم که الکی همین بکیده همینا چاپ کرده برآوردن همین شرط هم نبودم چیز من خودم یک بودم خونه دوست داشتگی هستم میرفتم میسپردم میگم نبود ولی من الکی پیغامش میسپرم یگون پرابلم نیست دیگه کوشش می‌کنیم که دیگه خطاگی نکنیم دیگه همون کامپیوتر رو خواهنم ما دیگه جریمه نمیسپریم نخواهنم استاد یک چیز دیگر ما توجه می‌دونیم شما هنگامی که استاد لایق شریفی در حیات بودن همین خیلی سر و صدا بود که شما همیشه راننده مخصوص استاد بودید اگر توجه من خطا نکنم من می‌خواستم درباره همین کمی حرف بزنید و شما عموما چند سال سابقه کاری رانندگی دارید من قریب 33 سال باز راننده هستم در همین 33 سال رانندگی من قریب یک 35 نمودی اتومبیل های کردم از جگولوی سویتی سر کرده ولگای سویتی سر کرده تو ماشینای خارجی تو جیپ تو ولوو تو همه این نمودی ماشین خرید من خمیر در شهر ما آوردم من ماشین دوست دار راستی و راننده پروفسیونال هستم سال گذشته به صدمه غلطیدم ماشینم تماما از کار برآمد اما ماشین من پرت افتم ابرش گذاشتم اساس که من زنده موندم و همه راننده ها یک خواهش دارم که قانون رعایت کنن روی قانون های کنن و دیروز در همین ورزا 3 تا بچه جوان 2 تا دختر یاش
نوشیدگی پیش ماشین ما اومدن و ماشین هم توپ خورده رفته در یک مرسدس زد و ماشین چپه شد من رفته بازور کشیده با یه عدولی ماشین برو بردم بخترچوی یوش در روشون آب ریختیم با همکارم باید به هوش آوردیم با ماشین افته باید در بالنیسه خرابالو روان کردیم خیلی جوان و جاناشون جوان حاله او استای کنن خیلی کم کم خون رویه کنن که واسطه این هم نخلات برد میخواه برخوری ها نشود و مثل آدم نمورد و اساساً که جان آدمو در خطر من میخوام که همه وقت راننده ها از روی حقیقت های کنن از روی قانون های کنن قانون های دولتی بر رعایت کنن همه عالم گلستان شما در خارج از کشور هم زیاد سفر میکنید در خارج از کشور هم بله من در ماشین های میکنم در خارجم در امریکا ماشین کردم در ایران در اسرائیل در مسکو رانندگی کرده هستم ماشینم خیلی افسردیم 7 ریال اون طرف میرد 7 ریال اون طرف میبیاد 7 قطار همون به من خیلی پایکره اونجا هر روز 170 ساعت کار میکنم هفته‌بان میگم اونو شما ماشین کرده هستم از دبی ماشین خودم سوار شده ایران بندر عباس کردی از بخارای شریف گذشته من اومده دوشنبه رسیدگی هستم ماشین آوردگی هستم خدا بشکر من راننده هستم که خطاگی میشه خواهی نخواهی لیکن خطاگی اصلاح کردن تشکر استاد.